گیاه سینگونیوم از اون گیاهاییه که اگر بتونید نکات نگهداریش رو به خوبی رعایت کنید، گیاه فوق‌العاده زیبایی میشه و به خاطر رشد بالایی که داره میتونید اون رو خیلی راحت قلمه بگیرید و از یک گلدون خیلی کوچیک اون رو تبدیل کنید به یک گلدون پر و زیبا. پس اگر میخوای نکات نگهداری این گیاه زیبا رو یاد بگیری، این ویدیو رو حتما با من همراه کنید. گیاه سینگونیوم از گیاهای رونده محسوب میشه که البته ما به صورت رونده این گیاه نباید نگهداری کنیم که جلوتر توی بخش تکثیر کردن گیاه سینگونیوم کاملتر این موضوع بهتون توضیح میدم که چرا نباید این گیاه به صورت رونده نگه داریم و بهتره که خیلی زود به زود قلمش بگیریم. ولی نکته توی نگهداری گیاه سینگونیوم فراهم کرده نور مورد نیاز این گیاه جزو گیاهای نسبتا نوردوست حساب میشه و گرمای محیطی رو دوست داره. بهتره که توی دمای بین 27 تا 35 درجه سانتیگراد نگهداریش کنید. اگر داخل خونه است پشت پرنورترین پنجره خونه‌تون بذاریدش تا نور کافی دریافت کنه. فقط بهتره که موقع تابستون اگر حالا نور پنجره‌تون خیلی شدیده و به صورت مستقیم داخل خونه میفته، اون نور رو با یه پرده توری فیلتر کنید و اگر بیرون از خونه نگهداریش میکنید که توی شهرهای شمالی مخصوصا که رطوبت هوا بالاه، یا میشه خیلی عالی بیرون از خونه نگهداری کرد. بهتره که بیرون از خونه یه آفتابزایی براش فراهم کنید، یعنی زیر نور مستقیم خورشید به هیچ عنوان نباید باشه چون سریع رطوبت خوش از دست میده و بیحال میشه. نکته دوم توی نگهداری کردن این گیاه آبیاری کردن و تامین رطوبتشه. بهتره که آبیاریش رو هر موقع که رطوبت سطح خاک از دست رفت انجام بدید. توی فصل تابستون تقریبا هر 2 روز یا 3 روز یک بار داخل خونه باید این گیاه آبیاری بشه. توی فصل زمستون هم تقریبا هر 5 روز یک بار تا یک هفته یک بار میتونید آبیاریش رو حدوداً با توجه به سایز گلدونی که استفاده میکنید، با توجه به شرایط محیطی دماتون، تقریبا 5 روز یک بار تا یک هفته یک بار میتونید آبیاریش رو انجام بدید. و درباره رطوبت هم هر چقدر بتونید رطوبت بیشتری برای این گیاه فراهم کنید، این گیاه هم برگش درشتر میشه، همین که زیبایی بیشتری به دست خواهد آورد. نکته سوم و خیلی مهم بعدی توی نگهداری کردن سینگونیوم تامین خاک و مواد مغذی مورد نیاز این گیاه هستش. بهتره که یه خاک سبک برای این گیاه فراهم کنید چون ریشه‌اش خیلی با سرعت بالایی حرکت میکنه. بعد یه خاک نسبتا سبک باشه تا گیاه بتونه راحت ریشه‌اش تکون بده و ریشه پر کنه داخل گلدون. و در کنار این موضوع هم باید مواد مغذی خیلی خوبی داشته باشه تا بتونه نیازهاش رو برطرف کنه و برگ‌های انتقایش خیلی زرد نشه. به خاطر این موضوع من بهتون یه چند تا ترکیب معرفی میکنم که میتونید درش رو استفاده کنید. ترکیب اولی که بهتون معرفی میکنم ترکیبی از کوکوپیت، پردیت، پیت ماس و کوکو چیپس و ورمی کمپوسته که بهترین ترکیبی هستش که میتونید براش استفاده کنید. ترکیب دوم ترکیبی از پردیت، خاک برگ و ورمی کمپوستی که یه ترکیب نسبتا ارزان‌تره، ترکیب مناسبیه برای گلخونه‌ها، خیلی عالیه. داخل خونه هم میتونید از این ترکیب استفاده کنید، فقط خاک برگی که استفاده می‌کنید به هیچ عنوان نباید آفت به بیماری داشته باشه. و ترکیب‌های دیگه‌ای که نسبتا سبک باشن رو میتونید به دلخواه خودتون با توجه به چیزی که در دسترس دارید براشون استفاده کنید. درباره کوددهی کردن و رسوندن مواد مغذی هم به این گیاه‌ها میتونید از مواردی مثل هیومیک اسید، کود سبیس انتیکا، کود جولبک و به صورت دوره‌ای برای این گیاه استفاده کنید. هیومیک اسید که هر 3 ماه یک بار، کود سبیس و جولبک هم هر 15 روز یک بار به صورت یک درمیان قابل استفاده است. اینکه از محصول جدید ما که اسمش سوپرکود رویشی هستش میتونید درش استفاده کنید. تمامی مواد مغذی که این گیاه نیاز داره به صورت یک جا داخل خودش داره که میتونید براش استفاده کنید. این کد هم میتونید از طریق دایرکت اینستاگرام ما که آیدی اینستاگرام داخل دیسکریپشن تگ شده این کد رو برای گیاهاتون تهیه کنید. بخش چهارم و یکی مونده آخر ما هم هرس کردن و تکثیر گیاه سینگونیومه. همونطور که اول ویدیو بهتون گفتم این گیاه بهتره که به صورت رونده نگه ندارید چون زیبایی خاصی نداره. بهتره که هر موقع که ساقش بیشتر از 7 سانتی رشد کرد وسط اون قیچی کنید و برگ‌های انتهایی حالا اون ساقه رو بکنید. اون ساقه رو میتونید به صورت جداگانه داخل آب یا پردیت ریشه‌دار کنید و بعد به خاک گیاهتون انتقال بدید. اما اگر گیاهتون خاک خیلی خوبی داره میتونید مستقیم اون قلمه رو داخل خاک بکارید تا همونجا ریشه بزنه و خیلی گیاه پری داشته باشید بعد از چند وقت. با این روش شما میتونید که بعد از تقریبا 4-5 ماه از این گلدونی که 3-4 تا قلمه بیشتر داخلش وجود نداره یه گلدون خیلی پر و زیبا به دست بیارید. بخش پنجم و آخر این گیاه هم
آفت و بیماری‌هایی هستن که ممکنه درگیرش بشن. خیلی آفت خاصی درگیر این گیاه نمیشه و از این لحاظ مثلا گیاه مقاومیم که آفتی سراغش نمیاد و اگر حالا گیاهایی که دارید شما خیلی آفت میزنه، این گیاه گزینه خیلی خوبیه برای اینکه خیلی آفت سراغش نمیاد، مگر اینکه خاکش آلوده باشه و آفت‌های خاکزی مثل پشه، مثل کرم، هزارپا و خفاکی و مواردی مثل این به وجود بیاد براش که کلا به خود گیاه ربط نداره و بستگی به اون خاکی که استفاده میکنید. اگر هم آفت خاصی درگیر گیاهتون شد، میتونید درمانش رو از طریق پستایی که داخل این اینستاگرام گذاشتیم پیدا کنید و درمانش رو به خوبی انجام بدید. اهم از شباسایی که داده بود، پشه، هزارپا، مواردی مثل این. میرسیم به بخش جنبندی ویدیوی سینگونیو. اگر دنبال گیاهی هستید که هم خیلی خوش‌رشت بشه، همین که زیبا باشه، هم که هیچ گونه آفتی درگیرش نشه و بتونید بعد از چند وقت از یک گلدون کوچیک گلدون خیلی پر رو درست کنید، بهتون گیاه سینگونیوم به شدت توصیه میکنم، چون تمامی این ویژگی‌ها رو این گیاه داره و میتونم بگم که هیچ گونه بدیهی نداره این گیاه. فقط شرایط محیطش رو به خوبی فراهم کنید تا رشد و شکوفایی خیلی خوبی داشته باشه. ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردی. اگر اولین بار داری ویدیوی ما رو می‌بینی، حتما این کانال رو سابسکرایب کن، چون در طول هفته کلی مطالب مفید در مورد گل گیاها برات به انتشار میذارم و خوشحالم میشم که با لایک کردن این ویدیو و کامنت گذاشتن از این چنل که چنل خودتون هم هستش حمایت کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.